یه قتل بیرحمانه، یه بدن تکه تکه شده، یه نقشه هولناک که توسط افرادی ریخته شده که از همه به اون نزدیکتر بودن. این داستان واقعی یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی دنیاست که دنیای واقعی رو به یه فیلم ترسناک تبدیل کرده. سلام بچه ها، خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سارام و قراره با هم پرده از اسرار تاریک پرونده ابی چوی برداریم. آماده اید وارد این کابوس هولناک بشیم؟ تا یادتون نرفته لایک و سابسکرایب رو بزنید، به من انرژی بدید، بریم که با هم ببینیم. خب امروز در میستری سارا میخوایم بریم به هنگ کنگ و زندگی اشرافی ابی چوی. خب بریم درباره ابی بگیم. ابی در 22 ژوئن سال 1994 در هنگ کنگ در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. ابی یک دختر بسیار زیبا، پولدار، یعنی به شدت پولدار و مهربون و باز هم به شدت مهربون بوده. علاوه بر این که یک پدر مادر مولتی میلیونر داشته، خودش هم یک مدل بسیار معروف بوده. علاوه بر معروفیت محبوب هم بوده که فقط نتورکش بالای 12 میلیون دلار بوده. حالا بهتون میگم که چرا این دختر اینقدر محبوب بوده. اول بیاید یکم از خانواده‌اش و روابطی که داشتن براتون بگم. پدر ابی یک تاجر بسیار ثروتمند بوده که در هنگ کنگ به خصوص در چین فعالیت می‌کرده که 3 دختر داشته که ابی بزرگترین دخترشون بوده و زندگی لاکچری و سلطنتی داشتن. خانواده چوی همیشه به فشن شوهای دیور و چنل دعوت می‌شدن و ردیف VIP می‌شستن و همیشه جزء مهمون‌های افتخاری بودن و همیشه توی چریتی گلت‌ها شرکت می‌کردن. خود ابی جدای از زندگی خانوادگیش و محبوبیت و معروفیت خانوادهش توی شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال و محبوب و معروف بوده و همه دوستش داشتن. اما این تنها به خاطر ثروت و زندگی سلطنتی خانوادهش نبوده. ابی علاوه بر چهره بسیار زیبا و مهربونی که داشته، شخصیت بسیار مهربونی هم داشته. ابی که همیشه کنار بهترین فشن دیزاینرها عکس می‌گرفته و همیشه گرونترین و لاکچری ترین لباس‌های برند رو می‌پوشیده، کم کم نه به سرعت برندهای سطح بالا شروع به کار میکنن باش. کم کم میشه مدل محبوب برندهای بزرگ و سطح بالا که با دیدن عکس‌هاش و زیباییش برندهای دیگه هم تمایل زیادی داشتن که باهاش کار کنن. نازی. ابی یک لایو استایل خاص خودش رو داشته. به خاطر ستای زیبایی که به لباساش میداده، محبوبیت زیادی پیدا میکنه. بازم میگم محبوبیت ابی فقط به خاطر زندگی لاکچری خانواده‌اش و حتی زندگی لاکچری شخصی خودش نبوده. ابی بسیار مهربون و متواضع و خاکی بوده. ثروت و محبوبیت باعث نشده بود که خودش رو به دیگران به رخ بکشه و بگه تو کی هستی که من بخوام با تو حرف بزنم. از این دخترای تازه به دوران رسیده خودشیفته پولدار نبوده در اصل. استریمرهایی که تو فشن شوها بودن همیشه از ابی به عنوان یک شخصیت خاکی یاد میکردن که هر وقت ازش میخواستن تو لایوشون شرکت کنه، ابی خیلی با مهربونی قبول میکرده و میگفته که اوکی میام بیایید و حتی اونها رو به داخل میبرده. یکی از لایو استریمرها میگفته که هر وقت از ابی میخواستن تو لایوشون شرکت کنه، ابی خیلی با مهربونی قبول میکرده. به گفته لایو استریمرها، ابی جزء معدود مدل هایی بوده که هر وقت ازش میخواستن تو لایوشون شرکت کنه، ابی وقت میذاشته و تو لایوشون شرکت میکرده. حتی دعوتشون میکرده به داخل فشن ویک که لایوشون جذابتر و بهتر بشه. خلاصه این که تمام سعیش رو میکرده که به قول خودمون خیرش به دیگران برسه. یه همچین آدمی بوده. ابی نه تنها با آدما خیلی خوب رفتار میکرده، اون یکی از تأسیس کننده های سازمان خیریه حیوانات بوده. اون یک مرکز خیریه حیوانات داشته که کل خرجش رو خودش میداده. اونم فقط با درآمد خودش.
هیچ درآمدی هم از اونجا نداشته. نان پرافیت بوده. یعنی اینجوری که هر کس حیوانی رو می آورده اونجا به طور مجانی درمانش میکردن و بهش سرپناه و آب و غذا میدادن. این گربه که میبینید یکی از همون حیواناییه که تو مرکز خیریه خودش درمانش کردن و اونطور که گفته شده هیچ امیدی به زنده بودنش نبوده. خود ابی وقتی که این گربه با یک ماشین تصادف میکنه از ماشین پیاده میشه، خودش گربه رو میبره مرکز خیریه‌اش، خودش مصرانه پای درمانش میمونه که حتما باید اینو نجاتش بدیم و تایم زیادی هم خودش با اون گربه وقت میگذرونده، ازش مراقبت میکرده. خلاصه این که یه دوستدار واقعی حیوانات بوده. نوبتی هم باشه میرسیم به ازدواج ابی. ابی متاسفانه، من میگم متاسفانه به چند دلیل، حالا براتون میگم در ادامه. اولیش رو الان میگم که واقعا به نظر من سن 18 سالگی سنی نیست که سن ازدواج به حساب بیاد. تازه اول جوانی و تجربه و ایناست. ابی در سن 18 سالگی باز هم نمیدونم چطور و چگونه شده که در سن 18 سالگی با یکی از هم مدرسه‌ایاش به نام الکس کوانگ ازدواج میکنه. الکس کوانگ مخش رو زده بوده. اونا توی دوران تحصیل از 15 سالگی با هم دیگه دوست بودن و عاشق هم شده بودن. البته حالا و 3 سال بعد تصمیم میگیرن توی سن 18 سالگی ازدواج کنن. خانواده و دوستان و اطرافیان ابی با اینکه مخالف این ازدواج بودن اما خیلی جلوی ابی در نمیان. دخترشون سرکش بوده. مطمئنن باید نمیذاشتن این ازدواج سر بگیره. فقط بهش میگن که تو خیلی جوونی و بهتره با کسی ازدواج کنی که هم سطح خودت باشه. اما ابی که ثروت و پول براش مهم نبوده میگه من ثروت و پول برام مهم نیست، اونقدری دارم که بتونم راحت و بی دغدغه خودم و همسرم زندگی خوبی داشته باشیم. پس چرا با کسی که دوستش دارم نباشم؟ و اینطوری میشه که ابی با الکس کوانگ ازدواج میکنه. قبل از اینکه درباره خانواده کوانگ براتون بگم، بیاید یکم از هنگ کنگ براتون بگم، یه کوچولو، تا برسیم به خانواده کوانگ. هنگ کنگ یکی از شهرهاییه که از لحاظ امنیت شهر امنی به حساب میاد و نرخ جرایم اونجا بسیار پایینه. اما بچه‌ها این به این معنی نیست که واقعا اونجا جرمی صورت نمیگیره. اونجا اینطوریه که کوچکترین جرمی انجام بدن باید برن دادگاه و به خاطر همین مردمش سعی میکنن که کوچکترین جرمی مرتکب نشن. اما باید بگم که وحشتناکترین جرم ها هم در همین شهر اتفاق میفته. آخر داستان بهتون میگم که چرا میگم وحشتناک. نوبتی هم باشه نوبت خانواده کوانگ. خب از پدر خانواده شروع میکنیم. کی کوانگ. کی کوانگ افسر پلیس بوده. اون جایزه خدمت طولانی به پلیس هم حتی گرفته بوده. در سال 2001 به سمت رئیس پلیس ارتقا پیدا میکنه. در سال 2005 به عنوان رئیس بخش تحقیقات در ناحیه پلیس وانگتاینسی بکنم. یکم سخته. اما توی اون مدتی که رئیس پلیس بوده سابقه خوبی از خودش به جا نمیذاره و همون سابقه باعث میشه که پلیس بگه خب حالا چیکار کنیم با این؟ نمیتونیم آبرو و حیثیت پلیس رو زیر سوال ببریم. پس بهتره که خودش استعفا بده. حالا داستان این آبروریزی چی بوده؟ بیاین براتون بگم. در سال 2005 دختری به ایستگاه پلیس مراجعه میکنه و میخواد در مورد مشکلی که براش پیش اومده با پلیس صحبت کنه. کی کوانگ خودش رو به دختر نزدیک میکنه، به حرفاش گوش میده و بهش حس اعتماد رو میده که آره ما پلیسیم و هر کاری لازم باشه برای دفاع و حمایت ازت میکنیم و همه ماجرا رو یادداشت میکنه و کاملا دختر رو مطمئن میکنه که حتما پیگیر شکایتش هست. چند روز بعد کی کوانگ میره جلوی در خونه دختره، اونم ساعت 2 شب. دختره هم که خب کاملا به کی کوانگ اعتماد داشته. خب معلومه چون پلیس بوده. آدم به پلیس اعتماد نکنه به کی اعتماد کنه؟ ممکنه 1000 دلیل وجود داشته باشه که پلیس ساعت 2 شب برای پیگیری پرونده‌ای که رفتی شکایت کردی بیاد در خونت. شاید نشونه‌ای از مجرم، شاید خود مجرم رو پیدا کرده باشن. 1000 تا دلیل دیگه‌ای هست که آدم میتونه خودش رو توجیه کنه که آدم ساعت 2 شب میتونه بیاد جلوی در خونش. دختری بیچاره کی کوانگ رو دعوت میکنه به داخل که بدون چه خبری براش داره. اما کی کوانگ نمیتونم اینجاشو راحت بگم. متاسفانه کی کوانگ توی خونه خود دختره بهش تجاوز میکنه. آخه پلیس؟ متاسفم واقعا. آخه پلیس؟ کی کوانگ ظاهرا اونجوری که تو سوابقش بوده
قبلا هم از اینجور جرم ها داشته، مثل این مورد. کی کوانگ هیچ وقت بابت کاری که با اون دختر کرد مجازات نشد. کی کوانگ اون سال از پلیس نمیشه گفت اخراج، در اصل بهش گفته شد که دیگه با تو نمیتونیم همکاری کنیم و برچسب اخراج رو روی پروندهش نزدن. البته همش به خاطر شکایت اون دختر نبود، احتمالاً به خاطر سابقه کارهای اینچنینی بود که برای خودش درست کرده بود، عذرش رو خواستن. از اینجا به بعد کی کوانگ با مشکل مالی روبرو میشه. خب حقوق خوب پلیس رو نداشته، باید کار میکرده، ولی هر کاری که میکرده نمیتونسته اونجوری راحت پول در بیاره و اوضاع مالیش حسابی به هم میریزه. از اون طرف هم که یک عمر پلیس بوده و احساس قدرت و کنترلگری یک پلیس رو در شغل‌های دیگه نمیتونسته داشته باشه. اینها همه باعث شده که خیلی ناراضی بوده از وضعیتش. کی کوانگ 2 پسر داشته به نام‌های آنتونی پسر بزرگه، الکس پسر کوچیکه. همون دوست پسر و همسر ابی. نظر خانواده ابی رو در مورد ازدواج ابی و الکس میدونید. اما نظر خانواده کوانگ چی بوده؟ خب البته موافق بودن. خیلی هم خوشحال بودن که پسرشون همچین دختری رو تور کرده. حالا برگردیم ادامه داستان ابی و الکس در سال 2012 با هم ازدواج میکنن. 3 سال با خوشی با هم زندگی میکنن. نمیدونم به خوشی بوده یا نه، چون اگر به خوشی بوده توی 3 سال ابی تصمیم نمیگیره که ازش جدا بشه. اما ابی توی همون 3 سال سری 2 بچه به دنیا میاره. من واقعا موندم چه با سرعت هم بچه دار میشن. اولین فرزندشون در همون سال به دنیا میاد. 2 سال بعد در سال 2014 دومین فرزندشون به دنیا میاد. 1 دختر و 1 پسر که الان باید احتمالاً 10 و 12 ساله باشن. ابی توی اون 3 سال کل خرج خانواده کوانگ رو میداده. کل خرج که میگم نه خرج معمولی ها. ببین این خانواده‌ای که میگم هیچ کدوم کار نمی‌کردن. این خانواده 4 نفره هیچ کدوم کار نمی‌کردن، ولی به لطف ابی زندگی لاکچری داشتن. ولی در سال 2015 اونا، یا بهتره بگم ابی، تصمیم میگیره از الکس جدا بشه و هیچ کس هم دلیل جدایشون رو نفهمید، چون ابی هیچ وقت بدگویی خانواده الکس و کوانگ رو پیش حتی دوستاش نمی‌کرد. با اینکه تصمیم میگیره جدا بشه ولی حمایتش رو از خانواده کوانگ قطع نمی‌کنه. خب دلایلی برای خودش داشته. یکیش این بوده که از زمانی که با الکس دوست بوده، یعنی از سن 15 سالگی، با این خانواده رابطه صمیمی داشته و دوستشون داشته یه جورایی، و جدایی را دلیل نمی‌بینه که حمایتش رو از اونها برداره. و یکی دیگه که 100% به خاطر بچه‌هاش بوده. خب اونا پدر بزرگ و مادر بزرگ و عموی بچه‌هاش بودن و نمیخواسته بچه‌هاش اونها رو در شرایط بدی ببینن. بچه‌ها اینا رسما یه فرشته گیرشون اومده بوده. چرا؟ یه فرشته به تمام معنا گیرشون اومده بوده. خلاصه اینکه بعد از جدایی از الکس باز هم حمایتش رو قطع نمی‌کنه. در حوالی 2019 یه آپارتمان لوکس و لاکچری 73 میلیون دلاری هنگ کنگ که به دلار آمریکا میشه حدود 10 میلیون دلار در منطقه کادرو-هیول در منهتن هیل هنگ کنگ برای خانواده کوانگ میخره و میزنه به نام کی کوانگ. بچه‌ها توی چین و هنگ کنگ خیلی این کارو میکنن که خونه‌ای برای نزدیکانشون میخرن. شاید دلیل این که ابی خونه رو به نام خودش نمیخره فرار مالیاتی باشه، چون خب ملک و املاک خیلی داشتن. قانون هنگ کنگ اینطوریه که به خونه اول مالیات کم میخوره، اما به خونه‌های بعدی مالیات هی بیشتر و بیشتر میشه. ولی من مطمئنم باز هم به خاطر مالیات نبوده، چون ابی اونقدری داشته که حالا مالیات این یه دونه خونه هم روش. به نظر من از روی محبت و اعتمادی که بهشون داشته این کارو میکنه. و همینجا داخل پرانتز بگم که اون اگر میخواسته بعدها خونه رو بفروشه خیلی راحت میتونسته این کارو بکنه، چون توی هنگ کنگ اینطوریه که خونه برای کسیه که پولش رو داده، نه کسی که خونه به نامشه. اینطوری میشه که یه آپارتمان بسیار لاکچری که 4-5 تا اتاق خواب داشته و 3 تا حموم و دشویی و ویو عالی و همه چی تموم در منطقه اشرافی هنگ کنگ براشون میخره. فقط هم همین نبوده که خونه لوکس براشون بخره و بگه اوکی خونتون رو دادم، حالا برید زندگیتون رو بکنید. اون 1 میلیون دلار هنگ کنگ
معادل 170-180 دلار آمریکا بهشون میده که کسب و کار خودشون رو راه بندازن. ظاهراً هم میرن توی کار وافل تخم مرغی، اما توی اون کار شکست میخورن. علاوه بر اون ماهیانه به طور ثابت پول واریز میکرده براشون. ابی به فکر ظاهر زندگی خانواده کوانگ هم بوده. اصلا نمیذاشته اونها از لحاظ مالی کمبودی داشته باشن و از وجهشون کم بشه. یکم درباره رابطه ابی و انتونی برادر الکس بگم براتون که بعضی منابع میگن که انتونی و ابی رابطه صمیمی با هم داشتن. ابی انتونی رو دوستش داشته، خیلی کمکش میکرد. توی کارهای تجاریش انتونی رو مشارکت میداده که از اون راه هم بهش کمک کنه، حتی کمکش میکنه خونه بخره. اما اینها باز هم راضی نبودن و باز هم بیشتر از ابی میخواستن. این انتونی شلمغز توی تایمی به سرش میزنه که کسب و کار خودش رو راه بندازه و مستقل بشه. مثلا حالا کی باید پول و سرمایه این کار متفکرانه انتونی رو میداده؟ خب معلومه ابی. ولی توی اون کار هم موفق نمیشه. موفق که نمیشه هیچ، کلی هم بدهی بالا میاره. اینجاست که به گفته بعضیا الکس از ابی خواسته که انتونی رو رانندش بکنه. ظاهراً ابی 2 راننده داشته برای 4 بچهش. الان میگین 2 دیگه کجا اومد؟ چرا شدن 4 بچه اینجا یکم پیچیده شد، اما باید این تیکر اینجا میگفتم. اون 2 راننده اینجا داشته برای 4 بچهش و اونها توی مدرسه‌های مختلف بودن. 2 کوچیکه یه راننده داشتن، 2 بزرگه یه راننده دیگه داشتن. و شانس انتونی میزنه راننده بچهای الکس نمیدونم چی میشه، هیچ جا گفته نشده، میره. الکس و خانواده‌اش هم میگن خب کی مطمئن‌تر از عموی بچه‌ها؟ از اون طرف هم برای اینکه انتونی گندهای بیشتری بالا نیاره راحت ترین کارو بهش میده و حقوق چند برابری بهش میده که بتونه بدهیاشو بده. خدایی راحت تر از این میشد پول در بیاره؟ دیگه ابی باید براتون چیکار میکرد آخه؟ انتونی ظاهرا خیلی ابی رو دوست داشته و توی عکس هایی که توی شبکه‌های اجتماعی پست میکرده خواهر خطابش میکرده. عشق خواهر برادری و این حرف. بایدم دوست داشته باشیش، مگه داریم اصلا؟ از اون طرف الکس همش در حال خوشگذرانی و سفر بوده، همش تو شبکه‌های اجتماعی عکس‌های خوشگذرانی و این ور اون ور رفتناشو میذاشته و حسابی واسه خودش کیف میکرده. بچه‌ها بیاین یکم از بابای اون 2 بچه دیگه ابی بگم براتون. کریس تم. آره کریس تم. حالا کیه؟ کریس تم بابای 2 بچه دیگه ابی بوده. حالا قصه ابی و کریس چی بوده؟ تم چک کن که با نام کریس یا شاهزاده لورد شناخته می شده. کریس و ابی و الکس از بچگی با هم توی یه مدرسه بین المللی درس می خوندن و همونجا این 3 با هم دوست میشن. ولی کریس ازشون جدا میشه و سالها بعد ابی رو دوباره میبینه و دل ابی رو به دست میاره و با هم در سال 2016 ازدواج میکنن. یعنی 1 سال بعد از جداییش از الکس. بچه‌ها کریس برخلاف الکس و درست مثل خود ابی خیلی 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 ثروتمند بوده. کریس هم وارث مؤسس NFB تمجای اینترنشنال بوده و بابای کریس باید بگم که نودل شاپ های زنجیره‌ای توی هنگ کنگ داشته و اینجور که گفته شده از همین نودل شاپ های زنجیره‌ای خانواده تم خیلی پولدار میشن، طوری که اونها نتورک $500 میلیون آمریکا داشتن. پس همونطور که فهمیدید کاملا هم سطح هم بودن و همه میگفتن این شد یه ازدواج خوب و شایسته ابی. خب کریس که شاهزاده لورد بود، ابی هم که پرنسس، یه ازدواج شاهزاده پرنسسی واقعی. ولی عجیبش اینجاست که اونا هیچ وقت ازدواجشون رو روی کاغذ ثبت نکردن. دلیلش هم هیچ کس نمیدونه. اونها یه زن و شوهر واقعی بودن. مراسم عروسی گرفته بودن، توی یک خونه زندگی میکردن، همه جا با هم بودن، حتی همونطور که قبلا گفتم صاحب 2 بچه هم میشن. این 2 بچه یه دختر و یه پسر بوده که اولی در 9 دسامبر سال 2016 و 3 سال بعد دومین فرزندشون هم به دنیا میاد که الان حدوداً 5 ساله و 8 ساله باید باشن. بچه‌ها شاید برای شما هم این سوال پیش بیاد اینجا، چون همینجا برای من این سوال پیش اومد
که ابی اولا چقدر سریع دوباره بچه دار شد، دوما توی سن 28 سالگی با وجود 4 تا بچه چجوری اندامش مثل 18 ساله هاست. انگار توی سن 18 سالگی مومیاییش کردن. فیلم ها و عکس هایی از اتاق ابی هست که کیف روی کیف از بهترین برندها، لوازم آرایش و وسایل مراقبت از پوستش که باز هم از بهترین برندها، حتی میگن جعبه های روی میز آرایشش بوده که هنوز باز نشده بوده. یه زندگی کاملا اشرافی، به سبک زندگی ابی که نگاه میکنیم، توی کار موفق، توی بچه موفق و در نهایت توی ازدواج هم موفق. این دختر هیچی کم نداشته. چیزی که ابی زیاد نباید ازش میداشته مهربونی بوده. مهربونی بیش از اندازه ابی کار دستش میده. ابی توی سن 28 سالگی 4 تا فرزند داشته. زندگیش اینجوری بوده که هر دو خانواده فرزندانش رو اهمیت میداده و حتی اونها با الکس پدر 2 فرزند اول مسافرت و تعطیلات هم میرفتن که خب باز هم فکر میکنم این به خاطر اهمیت زیادی بوده که ابی به بچه هاش میداده. دیزنی لند میرفتن، تعطیلات اینور اونور، خلاصه اینکه کنار هم خیلی خوش میگذروندن. اینا دیگه خیلی اوکی بودن. اینجا برای من سوال پیش میاد که کریس چجور الکس رو تحمل میکرد؟ آخه مگه داریم؟ باید بگم که این الکس خاک بر سر از ابی دزدی هم میکرده و ابی متوجه همه اینا هم بوده. دیگه نمیدونم باید چی بگم. اما این پستی که ابی در این استاش گذاشته برمیگرده به 15 فوریه سال 2023 که در یک نمایش تابستانی الیساب در تابستان 2023 ابی شرکت کرده بوده و عکسش میره روی کاور یک مجله فرانسوی. عکس ابی کاور یک مجله فرانسوی چاپ شده. ابی توی اون تایم توی اوج شهرت و محبوبیت بوده و دنیا میدیدن که این بسیار بسیار درخشان تر از گذشتهش، چون گذشتهش هم خیلی درخشان بوده ولی آینده خیلی درخشان تری روبروی ابی بوده. دنیا اینو میدیده. توی کپشن همون پست ابی اینجور نوشته شده که بابت حمایت‌های مردم ممنونم و از اینکه چجوری از هنگ کنگ رسیده به کاور مجله فرانسوی صحبت میکنه و میگه که میخواد به عنوان یه آیکون فشن به مسیرش ادامه بده. توی همون مجله راجع به ابی اینطور گفته شده که ابی با سلیقه خاصی که توی ست کردن لباس‌ها داره دنیای فشن رو تحت تاثیر قرار داده. یکی از موفق ترین اینفلوئنسرها توی صنعت فشنه و به خاطر استعداد فوق‌العاده‌اش یک ترنستر واقعی تبدیل شده و طرفداران زیادی داره. اما بچه‌ها، همونطوری که گفتم این آخرین پست ابی در اینستاشه. ابی اصلا نمیدونست که قرار نیست دیگه پستی توی اینستاش بذاره. اصلا نمیدونست که اون کاور مجله فرانسوی آخرین کارش بوده. اما در 21 فوریه سال 2023 کریس متوجه میشه که ابی نرفته مدرسه دنبال بچه‌ها. از اونجایی که ابی مادر خیلی خیلی مسئولیت پذیری بوده و خانواده دوست بوده و هیچ وقت خانواده‌اش رو نگران نمیذاشته، وقتی حتی به تماسهاش جواب نمیده، از اونجایی که کریس و خانواده‌اش همیشه میدونستن ابی کجاست، به سرعت کریس و خانواده‌اش متوجه میشن که اتفاق خیلی بدی حتما باید برای ابی افتاده باشه که اینجوری ازش بیخبر موندن و اولین احتمالی که میدن این بوده که ابی 100% دزدیده شده و الانه که زنگ بزنن برای آزادی ابی درخواست پول بکنن. اونها حاضر بودن هر مبلغی که بخوان به فردی که ابی رو دزدیده بدن ولی تماسی دریافت نمی‌کنن. فردای اون روز در 22 فوریه 2023 پلیس مقاله‌ای درباره ربوده شدن ابی منتشر میکنه که در اون مقاله گفته شده که ابی در ساعت 2:15 بعد از ظهر برای آخرین بار دیده شده. از روی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته برای مردم توصیفش میکنن که ابی چه استایلی زده بوده تا اگر کسی دیده باشدش بتونه شناساییش کنه. عکسش رو توی مقاله میذارن. ابی یه ست سفید زده بوده و یک ژاکت سفید هم دستش بوده و با یک کیف یاسی زیبا استایلش رو خاص کرده بوده. در 23 فوریه ایستگاه پلیس کاولونگ پرونده ابی رو به عهده میگیره و بازجویی‌ها خیلی سریع شروع میشه.
و اول از همه میرن سراغ کی؟ راننده که انتونی باشه و بعد میرن سراغ الکس و خانوادش. پلیس میگه که خانواده کی کوانگ در تمام مدت مصاحبه با پلیس تایچی بازی میکردن. بچه فلسفه تایچی رو یکم براتون بگم که بهتر متوجه بشین که اونها داشتن چی کار میکردن. تایچی میگه که وقتی که حریف به شما حمله میکنه شما با همون نیروی خودش اون رو به عقب هل بدین، این بر اون بر هلش بدین و اصلا مقابله نکنین باهاش و به طرفین هلش بدین. انگار که هرچی پلیس از خانواده کی کوانگ میپرسیده اونها با پلیس بازی میکردن و جواب سربالا بهش میدادن و سر پلیس بازی در میآوردن. باید حدس بزنید که این کار احمقانه رو کی به خانواده یاد داده بوده؟ بله، خود کی کوانگ. ولی خب همین کارشون باعث میشه که پلیس بیشتر بهشون شک کنه. اینکه نبودن متوجه شده بودن اینا دارن چی کار میکنن. همین مسئله رو پلیس متوجه میشه که اینها هر سوالی دارن میپرسن اونها به خودشون برمیگردونن و جواب سربالا میدن. کلی دروغ تحویلشون میدن. خاک بر سرشون هماهنگ هم نبوده حرفاشون. از تابلویی که مشکوک میشن بهشون بعد از یه تحقیق کوچولو پلیس متوجه میشه که اونها انگیزه کافی رو داشتن برای این کار. حالا اونا چی بودن؟ اولش این بوده که در سال 2020 ابی میخواسته آپارتمانی که برای خانواده کوانگ خریده بوده رو بفروشه و در سال 2022 به فروش خونه جدی‌تر فکر میکنه و در اون سال توسط مشاوران املاک مشتریانی به اون خونه میبره، ولی نه به قصد این که خانواده کوانگ رو بیرون کنه. نه، اون فقط به فکر سرمایه‌اش بوده. اگر یادتون باشه بهتون گفتم که پدرش توی کار بیزینس املاک بوده و ظاهراً بهش مشاوره میداده که این ملک رو کی بخر کی بفروش که ضرر نکنی و سود بکنی. از اون طرف خانواده کوانگ واقعاً میدونستن که ابی نمیخواسته بیرونشون کنه. حتی بهشون گفته بوده که قرار نیست از خونه بیرونشون کنه و یه خونه دیگه براشون میگیره. ولی باز هم خانواده کوانگ این حرکت ابی رو اصلاً قبول نمیکنن و مدام باش دعوا میکردن. موافق فروش خونه به هیچ وجه نبودن. خب به نظرم ابی که حالا زندگی خودش رو داشته، کم کم از سوء استفاده های خانواده کوانگ خسته شده بوده و میخواسته که حد و مرزی براشون تعیین کنه و بهشون بفهمونه که دیگه سوء استفاده از ابی بسه. بهتره یکم خودتون رو پای خودتون باشید. اگر زندگی اشرافی میخواید، اگر زندگی اشرافی دوست دارید، خودتون هم یه زحمتی بکشید و عادت نکنین به اینکه ابی قراره تا آخر عمر هزینه‌های زندگی اشرافی شما رو بده. به نظرم این درست‌ترین کاری بوده که ابی این مدت در حق خودش و حتی بچه‌هاش انجام داده. اما یکم دیر بوده. به نظر شخصی من یکم دیر بوده. باید زودتر این کارو میکرد، چون اونها کاملا پررو شده بودن و کاملا عادت کرده بودن به این کارهای ابی و به مفخوری. ابی حسابی اونها رو سوار خودش کرده بوده. محبت زیادی از یه جایی به بعد وظیفه به حساب میاد. اینو تجربه قرنها زندگی انسانها ثابت کرده و ثابت شده هست. خب یادتون هست که اول ویدیو چی بهتون گفتم؟ ابی خونه رو به نام کی کوانگ زده بود. یعنی اونقدر بهشون اعتماد داشته که خونه خودش رو به اسم اونا زده بوده. مسلماً ابی فکر نمی‌کرده که توی فروش خونه با خانواده کوانگ به مشکل بخوره. اما متاسفانه میخوره. خانواده کوانگ دلشون نمیخواسته از اون خونه‌ای که توی منطقه اشرافی نشین هنگ کنگ بوده برن بیرون. نه که خودشون زحمت کشیده بودن به اونجا رسیده بودن، نمیخواستن از وجهشون کم بشه. خب اونجا منطقه اشرافی نشینی بوده که افراد مشهوری به اسم اندی لاو، کلی چن اونجا بودن و نمیخواستن به کمتر از اون منطقه راضی بشن و قانع بشن. امیدوارم اسمشون درست گفته باشم. آره، نمیخواستن راضی بشن و برن به یه منطقه پایینتر. خانواده کوانگ که از این مسئله خیلی ناراحت بودن و برای اینکه خونه رو از دست ندن نقشه قتل ابی رو میکشن. دومین، سومین، چهارمین و انگیزهای قتلی که داشتن از سابقه افتضاح اونا در میاد. تحقیقاتی که پلیس از خانواده کوانگ میکنه، اول سابقه افتضاح کی کوانگ و تجاوزهایی که توی دوران خبر مرگش پلیس بودنش انجام داده بود در میاد. از سابقه لجن الکس در میاد. این الکس یه کلاهبردار به تمام معنا بوده. اینطوری بوده که میرفته توی شبکه‌های مجازی
فرقی هم براش نمیکرده، چه زن چه مرد فرقی نمیکرده، باهاشون ریل میزده. بعد چیکار میکرده؟ بهشون میگفته که من تاجر طلا هستم، بعد خیلی تو کاروبارم موفقم. اونها هم خب پیجشو چک میکردن که پر از عکس های آنچنانی و خب بهش اعتماد میکردن. الکس اونها رو تشویق میکرده که کلی طلا بخرید و اونها حتی باورتون میشه اونها قرض میکردن طلا بگیرن. بعدش خودش سر یه فرصت مناسب طلاها رو جیم میزده و از این راه $800,000 آمریکا دزدیده بوده و به خاطر این از می 2013 تا ژانویه 2015 تحت تعقیب بوده و دستگیر هم شده بوده، اما هر دفعه یه جوری دادگاه پیچونده بوده و قصر در رفته بوده. سابقه انتونی رو در میارن و متوجه میشن که این بدبخت کلی بدهی داشته، طوری که سال 2019 بانک ازش شکایت کرده بوده. آخه بابا شما این همه پول از ابی میگرفتین، چرا باید این همه بدهی داشتین؟ بهترین دوست ابی به پلیس گفته بوده که کیوکانگ ابی رو تهدید کرده بوده که اگر خونه رو بفروشی میکشیمت. بچه‌ها فکرش رو بکنید، این همه محبت کرده بوده بهشون. بابا شماها دیگه چه جوجونه برای هستین؟ پلیس متوجه میشه که اوایل فوریه سال 2023 خانواده کانگ در حومه شهر در روستای لاومینگ در روستای ساحلی که مردم برای تفریح اونجا میرفتن یه آپارتمان در طبقه همکف کرایه کرده بوده. همسایه‌ها میگفتن که 2 هفته است که یه مرد 60 ساله گاهن با یه زن 60 ساله به اون آپارتمان رفت آمد میکردن. خیلی هم مشکوک میزدن چون همش اطراف رو میپاییدن که کسی اونها رو نبینه. با یه ماشین شاسی بلند به اونجا رفت آمد میکردن که حتی اون ماشین هم ون ابی بوده. وقتی پلیس در 24 فوریه خونه رو پیدا میکنه، از بیرون کاملا مشخص بوده که توی اون خونه رفتارهای مشکوکی انجام میشه، چون تمام پنجره ها از داخل با برزنت و پلاستیک های مشکی پوشونده شده بوده و وقتی وارد خونه میشن میبینن که همه دیوارها پوشونده شده بوده. اونها یه قتلگاه به تمام معنا درست کرده بودن که زحمتی هم برای تمیز کردنش نکشن که راحت اون پلاستیک ها رو بکنن و بندازن دور. حتی توی اون خونه ماسک و بارونی و دستکش های مشکی پیدا میکنن. این هم احتمالا برای این بوده که خونه ابی وقتی که دارن تیکه تیکش میکنن روشون نپاشه. یه اره برقی، یه چکش، 2 نوع چرخ گوش و همینطور همون کیف یاسی ابی که تمام کارت های شناساییش هم توش بوده پیدا میکنن. توی آشپزخونه داخل یخچال قابلمه های استیل پیدا میکنن که گوشت چرخ شده و دنده هایی که شبیه دنده انسان بوده توش پیدا میکنن که با سبزیجات، هویج و ادویه پخته شده بوده. توی یکی از قابلمه‌ها جمجمه ابی رو پیدا میکنن که خیلی آسیب دیده بوده و قابل تشخیص نبوده که این سر متعلق به کیه. همه اینها رو میبرن به آزمایشگاه و از روی DNA و سوابق دندون پزشکی متوجه میشن که اون بقایای ابیه که باهاش سوپ درست کردن. وای خدای من، وای خدای من. داخل پرانتز یه چیزایی بگم بچه‌ها، لطفا نخندین. ولی واقعا با این همه تجهیزات چرا نتونسته بودن یک شبه قال قضیه رو بکنن؟ خب کشتن و تیکه تیکه کردنش برای 3 نفر مرد کار 1 ساعت، پختن سوپ کار 1 ساعت، جمع کردن اون برزنت ها و پلاستیک ها کار 1 ساعت. میتونستن با اونا خارج بشن از آپارتمان و هیچ کس هم نفهمه چی شد و هر جایی مفقودشون کنن. یه ست مبلمان میذاشتن توی خونه و هر کسی هم میپرسید که این خونه رو برای چی گرفتین، میگفتن که خب ابی داشت خونه رو میفروخت، نباید به فکر خودمون میشدیم. خوبه که شل مغز بودن چون اینجوری گیر افتادن. توی آزمایشگاه مشخص میشه که یک طرف جمجمه ابی ضربه خیلی محکمی خورده بوده که باعث سوراخ شدن جمجمه ابی شده بوده. پاهای قطع شده ابی رو توی فریزر پیدا میکنن، بقیه قسمت‌های پایین تنه ابی رو اطراف خونه پیدا میکنن و چیزی که از پاهای ابی پیدا میکنن اونقدر دلخراش بوده که تصورش منو قانع میکنه که اینها یه مش آدم روانی مشکل دار بودن، اونم به شدت. اونها گوشت‌های پاهای ابی رو کنده بودن طوری که استخون‌های رون پای ابی دیده میشده. بچه‌ها پلیس هیچ وقت موفق نمیشه که بالاتنه ابی رو پیدا کنه. توی دوربین‌های CCTV میبینن که اونها با ماشین به بزرگترین زباله‌دونی و قبرستون رفتن. بیش از 100 پلیس میرن اونجا و زباله‌دونی رو میگردن.
از پهپادها، از سگ‌های ردیاب استفاده میکنن تا بلکه بتونن بالاتنه ابی رو پیدا کنن. حتی از غواصان هم استفاده میکنن، دریا رو میگردن، همه جا رو، هر جا که فکرش رو بکنید اینا گشتن که بالاتنه ابی رو پیدا کنن ولی نتونستن. برام عجیبه، برام واقعا عجیبه. این خانواده آخه چه کینه ای از ابی داشتن؟ ابی که تمام مدت حامی اونها بوده. آخه چرا این بلا رو سرش آوردین؟ آخه خاک تو سرتون، حداقل یکیتون بگید با بالاتنه ابی چیکار کردین. یکیشون حرف نمیزنه. هیچ وقت نگفتن که بالاتنه ابی را چیکارش کردن. آخه چرا این همه از این دختر متنفر بودن؟ بچه‌ها نظر شما چیه؟ چرا این همه از این دختر متنفر بودن که حتی الان هم که مرده و حتی الان که دیگه جرم گردنشون افتاده نمیخوان بگن که بالاتنه ابی را چیکار کردن؟ چرا انقدر ازش متنفر بودن؟ بچه‌ها شاید سوال براتون پیش بیاد که حالا طرف مرده، حالا یه قسمتش پیدا نمیشه، چه فرقی واسه اون خانواده یا اطرافیانش داره؟ ببینید چینی‌ها معتقدن که اگر کسی به قتل برسه و اجزای بدنش رو تیکه تیکه کنن و در جاهای مختلف بندازنش، روح اون شخص نمیتونه خودش رو جمع کنه و به هم بپیونده و با آرامش به زندگی بعدی منتقل بشه و روحش همیشه در عذاب میمونه. به خاطر همین خیلی دنبال اعضای بدن ابی گشتن، ولی در 26 فوریه دست از جستجو برمیدارن. خانواده‌های چینی معتقدن که روز هفتم روح شخص مرده برمیگرده اونجایی که به قتل رسیده یا مرده سر میزنه. خانواده و دوستای ابی روز هفتم به قتلگاه ابی سر میزنن و مراسم تائویی اجرا میکنن که روح ابی رو به آرامش برسونن. که توی این ویدیو میتونید ببینید که مادر ابی چقدر بیقراره و داره میگه که دختر احمق، مهربونیت رو برای آدمای اشتباهی خرج کردی. این آدمای بی‌لیاقت مهربونیت رو بلعیدن. این آدمای آشغال قلبت رو خوردن. دختر عزیزم دیگه هیچ وقت نمیتونم ببینمت. واقعا این صحنه‌ها، واقعا دیدن این صحنه‌ها خیلی دردناکه. خب حالا فکر کنم قشنگ لمس کردید که چرا خانواده ابی اینقدر اصرار داشتن که اجزای بدن ابی رو پیدا کنن. سوال بزرگتر اینجا پیش میاد که چرا خانواده کونگ این همه از ابی متنفر بودن؟ حالا که کشتینش، حالا که دیگه جرم مشخص شده گردن شماست، چرا الان نمیگین ابی بدنش کجاست؟ چرا الان نمیگین بالاتنه ابی رو چیکارش کردین؟ چرا اینقدر ازش متنفر بودن؟ چرا خانواده کونگ این همه از ابی که این همه بهشون لطف کرده بود متنفر بودن؟ این همه تنفر از کجا نشأت میگرفت؟ حالا چه اطلاعاتی پلیس در اختیار مردم گذاشته بود؟ یکی این که مغز متفکر این جنایت کی کوانگ بوده. دو اینکه گفتن از 1 ماه قبل نقشه قتل ابی کشیده شده بوده. سوم نظریه درباره اینکه ابی رو چطوری بردن تو اون خونه و اون اینطوری بوده که ابی در 21 فوریه داشته میرفته مدرسه دنبال دخترش انتونی با همون ماشین شاسی بلند میره توی کادر هیل دنبال ابی تا برن دنبال دختر ابی، ولی بین راه انتونی ماشین رو توی تونل لانگ براک نگه میداره و الکس سوار ماشین میشه و به گفته پلیس توی ماشین الکس ابی رو کتک زده و باهاش یه دعوای شدید کرده بوده. پلیس معتقده که خیلی از جراحاتی که به ابی وارد شده همونجا پشت ماشین بوده، از ضربه‌ای بوده که الکس به ابی زده بوده. طوری ابی رو کتک زده بوده که ابی همونجا توی ماشین بیهوش میشه، ولی این مشخص نشده که توی ماشین ابی رو به قتل رسوندن یا بردن توی آپارتمان به قتل رسوندن. ولی به نظرم بردن توی آپارتمان به قتل رسوندنش. یادتونه بهتون گفتم که یه چکش توی خونه پیدا کردن؟ و اینم یادتونه که گفتم یه طرف جمجمه ابی یه ضربه خیلی بد باعث فرو رفتن جمجمه‌اش شده بوده. به نظرم که اینطور شده که توی ماشین بیهوش شده بوده، بردنش توی آپارتمان، شاید اونجا ابی به هوش اومده بوده. هیچ کدوم مشخص نیست که اون لحظه‌ای که اون ضربه رو خورده بوده بیهوش بوده یا هوشیاری داشته. به هر حال با چکش میزنن توی سرش و میکشنش. بعدش هم شروع کردن به تکه تکه کردنش و درست کردن سوپ ازش. پزشکی قانونی هم ظاهرا گفته که همون سوراخی که توی جمجمش ایجاد شده باعث مرگش شده. دوربین مداربسته‌ای که جلوی اون آپارتمان بوده
بچه‌ها اینا واقعا یه تختشون کم بوده، نمیدونستن که اون دوربین میخواد لوشون بده. اینا دیگه خیلی بدبخت بودن. دوربین نشون میداده که ساعت 3:15 ظهر ماشین انتونی میاد جلوی آپارتمان و بعد یه ماشین دیگه میاد که مردی که کای کوانگ توش بوده و بعد همگی با هم ابی رو میبرن داخل خونه و بعد هم بقیه ماجرا. اینجا سوالی که پیش میاد، اگر ابی به هوش بوده حتما سر و صدایی باید به گوش همسایه‌ها میرسیده. گفته شده که بعضی از همسایه‌ها گفتن که جیغ و دادهایی رو شنیدن که فکر کردن صدای تلویزیونه، ولی بعضیاشون گفتن که نه، هیچ صدایی نشنیدیم، اگر میشنیدیم حتما به پلیس اطلاع میدادیم. ولی بچه‌ها به نظرم شنیدن و به یه ورشون هم نگرفتن. اصلا مگه میشه که نشنیده باشن؟ نمیشه. بریم ببینیم که با خانواده کوان چه کار میکنن. پلیس به سرعت کای کوانگ 65 ساله، جنی لی 63 ساله و انتونی کوانگ 31 ساله رو دستگیر میکنن. اما اونها با وجود این همه مدارکی که ازشون پیدا شده بوده حاضر به همکاری نبودن به هیچ وجه. مشخص میشه که جنی لی توی قتل ابی دست نداشته، ولی الکس رو فراری داده بوده و به خاطر فراری دادن الکس دستگیرش کرده بودن. بله، الکس فرار کرده بوده. دوست صمیمی ابی که این عکس خودش و همسر بسیار موفقش توی زمینه رقص و همچنین یکی از سلبریتی های محلی اونجا بودن، میان توی شبکه‌های اجتماعی خودشون پست میکنن که به هر کسی که توی زنده دستگیر کردن الکس کمک کنه 3 میلیون دلار هنگ کنگ میدن. الکس نمیتونه مدت زمان طولانی فراری بمونه. اون اول میره به یک آپارتمان مجلل در برج اسکای تاول در مرکز هنگ کنگ و ظاهراً این آپارتمان توسط زنی به اسم وو اجاره شده بوده. این زن رو به خاطر داشته باشین، برمیگردم بهش و دربارش بهتون میگم. توی 25 فوریه الکس عقل کل خاک بر سر رو پیدا میکنن. مردی با نام مستعار لم در ازای گرفتن 100,000 دلار آمریکا میخواسته الکس رو با یه اسپید بوت از اسکله جزیره غربی لاین تاور هنگ کنگ که نزدیک یک فرودگاه بوده، فرودگاه بین‌المللی بوده، فراری بده. الکس رو در حالی که در قایق تندرو بوده با 500,000 دلار پول و ساعت‌های لوکسش به ارزش 4 میلیون دلار دستگیر میکنن و اون بدبخت خودش رو میزنه به حال بدی که نبرنش بازجویی و ببرنش به بیمارستان. آخه تا کی میخوای این فیلم رو بازی کنی؟ تا کی؟ اون مرد 41 ساله لم رو مردم خودشون سابقش رو در میارن. اون به عنوان یک مارکتینگ منیجر برای یک رکورد لیبل خیلی بزرگ توی چین کار میکرده و با معروف ترین سلبریتی های چین عکس داشته. نمیدونم چرا همچین آدمی باید به الکس کمک کنه. ظاهرا برای پول هر کاری میکرده و ایشون هم 5مین نفریه که توی پرونده ابی دستگیر میشه. این خانم 47 ساله رو ببینید. این خانم کمک‌های زیادی تو قتل ابی به خانواده کوانگ کرده. این زنه دوست دختر کای کوانگ بوده. مردی که کای کوانگ سر پیری با پولهای ابی عشق و حال میکرده. 6 ماه بوده که این زن دوست دخترش بوده. کای کوانگ با پولهای ابی یه آپارتمان لوکس اجاره کرده بوده، همون آپارتمانه و خرجش رو هم میداده. این خانم نه تنها توی فراری دادن الکس کمک کرده بوده، بلکه توی اجاره کردن اون آپارتمانی که قتلگاه ابی بود، توی اجاره کردن اون هم کمکشون کرده بوده. شغلش چی بوده؟ ماساژور بوده که گفته میشه که به مشتریاش به جز ماساژ دادن خدمات دیگه‌ای هم در ازای پول میداده. تو رو خدا ببینا، ابی باید هم خرج خودشون رو میداده هم خرج عشق و حالشون. اینم نفر 6م که دستگیر شد. 7 مارس 7مین نفر و آخرین نفر. اونقدر کیسای این پرونده زیاد بودن، این خانم دستگیر میشه. گفته شده که اسمش پانه، 28 سالشه، به عنوان یک اینفلوئنسر آشپزی فعالیت میکرده و اصلا فاش نشد که این دیگه کجای قضیه رو گرفته بوده. و به چه جرمی دستگیرش کردن. توی مرز چین موقع فرار دستگیرش کرده بودن. کای کوانگ از اونجایی که قبلا پلیس بوده میدونه که در قانون هنگ کنگ برای قتل قانون اعدام ندارن و مهم نیست که جرم چقدر جدی و وحشتناک انجام شده باشه. برای همین توی بازجویی ها طوری حرف میزده که
پلیس رو فقط میپیچونده و به اصطلاح باز هم داشته تایچی بازی میکرده با پلیس. با این حال نتونسته بوده پلیس رو قانع کنه که بیگناهه، ولی اعتراف هم نکرده بوده. اون میدونسته که نهایتش میخواد حبس ابد بخوره. خانواده کانگ به طور رسمی در دادگاه محکوم شدن، وثیقه اونها رد شد و تا زمان نتیجه حکم توی بازداشت موقت میمونن و فعلا فقط معشوقه کی کانگ با گذاشتن وثیقه آزاد شده. هنوز دادگاهی اونها ادامه داره و هنوز هم در انتظار حکمشون هستن. اگر حکمشون مشخص شد حتما یه ویدیو کوتاه میذارم در موردش بهتون میگم. یادتونه گفتم وحشتناکترین جرم ها توی هنگ کنگ اتفاق میفته؟ بچه ها توی هنگ کنگ یه جورایی این مده که کسی که به قتل میرسوننش رو تیکه تیکه میکنن. اتفاقا یه قاتل سریالی هم دارن به نام لم کوروان که همه مقتول هاش رو تیکه تیکه کرده بوده و باز هم یه پرونده دیگه دارن که خیلی معروفه که قاتلین بدن مقتولین رو تیکه تیکه کرده بودن که فکر کنم اکثرتون بدونید کی رو میگم. پرونده فم منلی که خیلی پرونده دردناکیه که به پرونده هلو کیتی معروفه. واقعا صحبت کردن راجبش مثل پرونده جونکو خیلی سخته. ببینم کی و چه تایمی این روحیه رو پیدا میکنم که بتونم این پرونده رو هم کاور کنم، یا ببینم چقدر ازم بچه‌ها میخواین به یه سختی که برسه حتما براتون کاورش میکنم. حالا قضیه تیکه تیکه کردن بدن مقتول توسط قاتل‌های هنگ کنگی چیه؟ جونم براتون بگه که کارشناسای خودشون میگن که این به خاطر اینه که هنگ کنگ جمعیت زیادی داره و مردم توی آپارتمان‌های کوچیک نزدیک به هم زندگی میکنن و عملاً نمیتونن مقتولشون رو درست جابجا کنن و مجبورن که تیکه تیکش کنن و تیکه تیکه از خونه ببرنش بیرون. بعدش ببرنش یه جایی و سربرنیستش کنن. چرا میپزنش و باهاش سوپ یا هرچی درست میکنن؟ چون به گفته کلیپ وی آب و هوای هنگ کنگ شرجیه و اجساد سریع بو میگیرن. بعد اینا اومدن یه راه حل برای خودشون پیدا کردن که بیایم اینو بپزیم و به جای غذای مونده بریزیمش دور که بوی جسد نده، بوی غذا بده. خلاصه اینکه این آدمای روانی برای کشتن کسی که بخوان حتما بکشنش راهش هم پیدا کردن که چجوری از شر جسدش هم خلاص بشن. بپزیمش، بخوریمش یا بندازیمش دور. اگه به صفحه اینستاگرام ابی سر بزنید میتونید ببینید که تمام پیام‌های آخرش پیام تسلیته. صفحه اینستاگرام انتونی کاملا برعکس صفحه ابی پر شده از پیام‌هایی از این قبیل که تو یه شیطانی، تو یه روانپریشی و با اینجور صفت‌ها بهش حمله شده. خیلی از کاربران این پرونده رو با فیلم کره‌ای انگل مقایسش کردن. منم این فیلم رو دیدم و پیشنهاد میکنم که حتما ببینید، ولی به نظر من زیاد شبیه نیست. اگر شما هم دوست داشتین این فیلم رو ببینین و اینجا نظرتون رو بگین که موافقین با من یا نه. به نظر من تنها وجه تشابه فیلم انگل با پرونده ابی خانواده ثروتمند و خانواده فقیره. بقیهش اصلا شبیه نیست. نمیدونم چرا این حرف رو زدم. 4 فرزند ابی الان دارن با مادر ابی زندگی میکنن و مادر ابی قول داده که همیشه ازشون حمایت میکنه و کریس هم گفته که هیچ وقت حمایتش رو از هیچ کدوم از فرزندان ابی قطع نمیکنه، حتی 2 فرزند الکس. امیدوارم که بچهای ابی یه جوری بتونن با مرگ مادرشون که سر پول این بلا سرش اومد کنار بیان. واقعا ناراحت کننده است. ابی تمام سعیش برای آرامش بچه‌هاش بود ولی دست آخر کاملا برعکس شد. واقعا چجوری بچه‌های ابی با این فاجعه میخوان بزرگ شن و فراموش کنن و زندگی عادی و آرومی داشته باشن. امیدوارم هر جا که هستین تا حالا به آرامش رسیده باشین. بچه‌ها من میخوام اینجا واقعا نظر خودم رو بگم. اول بگم که نظر کاملا شخصی خودمه و دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. به نظر من ابی یه دختر بچه پولدار دنیا ندیده بوده که فقط سعی میکرده یه سری چیزهای کلیشه‌ای رو حفظ بکنه. منظورم از دنیا ندیده دیگه خودتون میدونید چیه دیگه. منظورم این نیست که سفرهای خارجی نداشته، نه. منظورم اینه که چالش‌های واقعی دنیای واقعی رو نچشیده بوده.
دردها و غمها و زجرهایی که تو زندگی واقعی وجود داره رو ندیده بوده و فقط سعی میکرده یه سری چیزهای کلیشه‌ای رو حفظ کنه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه ابی به خاطر بچه‌هاش وقتی با خانواده پدریشون رفت آمد میکنن، از وضعیت اونها اذیت نشن، این همه خانواده کوانگ رو سوار خودش کرده بود و اجازه داده بود که اونها مثل زالو خونش رو بمکن. اما آیا نباید به این فکر میکرد که اصلا خانواده کوانگ لایق دیدن بچه‌هاش و لایق این که بچه‌هاش حتی اونها رو بشناسن هستن؟ شاید شما بگین چون آخر ماجرا اینطوری شد داری اینو میگی، اما نه. یادتون باشه که خانواده کوانگ همیشه در حال انجام کارهای خلاف بودن و امکان نداشت که ابی اینها رو ندونه. ابی فقط کافی بود سابقه کی کوانگ رو در بیاره و سلام. همین به نظرم کافی بود که بچه‌هاش رو تا جایی که ممکنه از اونها دور نگه داره. این نظر منه. حالا نوبت شما، سکوت نکنین بچه‌ها. از 1 تا 10 به وحشتناک بودن این پرونده چه نمره‌ای میدین؟ بچه‌ها این داستان واقعی بود، ولی خیلی‌ها هنوز باور ندارن که این داستان واقعی بوده. به نظر شما هم همینطور بوده؟ به نظرتون رازهایی بوده که فاش نشده یا هنوز هم بخشهایی هست که پنهون مونده و به عموم نگفته باشنش؟ دیگه وقتشه که چراغو خاموش کنم و این پرونده رو ببندیم، اما داستانهای ترسناک هنوز ادامه داره. پس یادت نره زنگوله رو فعال کنی و تا ویدیوی بعدی منتظر باشی. تا دیدار بعدی، شب‌ها درا رو قفل کنید و مراقب باشید کسی پشت سرتون نباشه. تا پرونده بعدی، بای.